فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آقای صابری پرسیدن که دادن زکات به خواهر و برادر، خواهر برادر ناتنیشون پرسیدن آیا درسته و در کل پرسیدن که زکات به چه کسی تعلق میگیره خصوصا از فامیل ها؟ بله، زکات به صورت کلی در یک جمله من عرض بکنم، پرداخت زکات به تمام انسانهای مسلمانی که نیازمند هستن جایزه. در یک کلام تمام انسانهای مسلمانی که نیازمند هستند زکات دادن به اونها جایز هست، مگر به اصول و فروع. یعنی این که پدر نمیتونه زکاتش رو به فرزندش بده، یه فرزند نمیتونه زکاتش رو به پدر بده. غیر از این موارد زکات دادن کاملا درسته. برادر میتونه به برادر خودش بده، خواهر میتونه اینو به خواهر یا برادر خودش بده. حتی یعنی زن میتونه در صورتی که شوهرش مثلا مدیون باشه یا نیازمند باشه اینو به شوهر خودش بده، یا مثلا اینو به پدر یا مادر زن یا پدر و مادر شوهر بدن. هیچ گونه اشکالی رو در این زمینه وجود نداره و کاملا درسته. در صورتی که این افراد نیازمند باشند و جز مستحقین زکات باشند هیچ گونه اشکالی نداره و دادن زکات به خواهر برادر کاملا درسته. اما در مورد موارد و مصارفی که در این زمینه خداوند متعال این ذکر کرده، 8 گروه هستند که خداوند متعال اینها رو کاملا در قرآن بیان کرده. انما الصدقات للفقراء والمساکین که خداوند متعال زکات در قرآن کریم بیان شده که زکات مال فقرا هست و مال مساکین است، با تفاوتی که در این زمینه وجود داره. والعاملین علیها والمؤلفه قلوبهم، عاملین علیها یعنی کسانی که مأمور جمع‌آوری زکات هستند، والمؤلفه قلوبهم اون کسانی که در واقع برای تألیف قلب اونها، برای این که اونها ترغیب بشن در اسلام، که در زمان صدر اسلام رسول الله صلی الله علیه و آله اینو در واقع میدادن. والغارمین، برای تازه مسلمان هایی که تشویق بشن برای اینکه ابقا بشن بر اسلام. والغارمین و کسانی که در واقع مدیون هستند و زیر بار وام رفتند. و فی سبیل الله و ابن السبیل، و در راه خدا یعنی در راه جهاد دادنش، و ابن السبیل و برای مسافرانی که از راه موندند اینها. و همچنین برای آزاد کردن برده یا آزاد کردن زندانی، اینا جز مواردی هست که زکات دادن جایز هست و مواردی هست که تعیین خداوند متعال اینا رو تعیین کرده. به صورت کلی تمام مستمندان نیازمندانی که جز این گروه ها باشند جایز هست پرداخت زکات به اونها، به جز از اصول و فروع، یعنی اصل به فرع، پدر به فرزند، یا از فرع به اصل، فرزند به پدر، این دو مورد جایز نیست. بقیه موارد کاملا جایزه، هیچ گونه اشکالی رو نداره.